سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک از دوستا. امیدوار هستم که در هر کجای دنیا که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و حال دلتان عالی باشه. دوستا خوشحال هستم که باز هم در یک جلسه آموزشی دیگه کنار هم هستیم و قرار است موضوعات جدید را با هم دیگه یاد بگیریم و امیدوار هستم که شما هم با انگیزه کامل و تمام مرا همراهی بکنین، چون انگیزه هست که ما و شما را هدایت میکنه به سمت اهداف ما و امیدوار هستم که ما و شما انگیزه باشیم به همدیگه و همدیگه را سوق بدیم به سمت اهدافی که بر خود مشخص ساختیم. میریم سمت درس امروز ما که مربوط میشه به HTML heading و میایم صحبت میکنیم که HTML heading چی هست. قسمی که از نامش پیدا هست HTML heading مربوط میشه به عناوینی که ما در داخل یک سایت می داشته باشیم. البته عناوین هم انواع و اقسام متفاوت می داشته باشه که نظر به اهمیتش در داخل سایت ها جاگزین میشه. یعنی هیدینگی که ارزش بیشتر داره به رنگ نسبتا بولتر و هیدینگی که اهمیت کمتر داره نسبتا با رنگ خفیف در سایت ها اد میشه و ما امروز یاد میگیریم که چطور هیدینگ ها را در داخل سایت اد بکنیم. قبل از اینکه بریم روی وی اس کد و عملا کد بکنیم، خوب است که ما یک ایده کلی داشته باشیم که ما میخوایم چی کار انجام بدیم. دوستایی که رفتن و سایت ها را دیدن کرده و معمولا برخورده به این موضوعات که ما یک عنوان داریم و عنوان ما باز از خود زیر مجموعه می داشته باشه، ولی کسایی که ندیده در این قسمت اگر متوجه باشین ما یک اخبار داریم که یک عنوان کلی داره، دنیای اقتصاد یا سرخط اخبار هست. بعدن باز آینده افغانستان در 4 سناریو و بعدا در این حاشیه عناوینی که کمتر مهم هست را جاگزین ساخته. این موضوع را ما در سایت ها هم می داشته باشیم و امروز یاد می گیریم که ما چطور می تونیم که ردبندی بکنیم امی عناوین را در داخل سایت ما. و همیشه ما صحبت داشتیم که تمام موضوعاتی که در صفحات وبسایت جاگزین میشه و مربوط به HTML هست همگیشان از خود یک تگ مشخص می داشته باشه که تگی که مربوط به هیدینگ هست او تگ H هست که معمولا از خود H تشکیل شده و ما ارزش اینا را با استفاده از عدد 1 تا 6 مشخص می سازیم. یعنی مهمترین عنوان در HTML و در سایتی که ما اد میکنیم با استفاده از HTML در داخل تگ H1 ذکر میشه. بعدا باز هر مقداری که اهمیت یک عنوان کمتر شده رفت ما میریم در تگ های بعدی که عبارت از H2, H3 و H4 هست در این قسمت جاگزین میکنیم. یعنی بیشترین اهمیت را H1 داره، بعد از H1 H2 داره و بعد از H2 H3 و به منوال H4 تا H6 و هیدینگ امو عنوان ما هست. دریشه به خاطر میگم که شما نیاز نشه که ایره حفظ بکنین، خوب است که ذهن نشین شوه برای شما. میریم روی ویس کد و عملا کد میکنیم که ببینیم دقیقا همین موضوع هست یا نیست. این صفحه ادیتور ما هست که ما در این قسمت یک صفحه داریم به نام index.html و قرار است تمام هیدینگ های ما را در این قسمت پیاده سازی بکنیم. قسمی که در درس‌های قبلی این موضوع اشاره کردم، نخستین خط کد ما HTML doc type هست که مربوط به نسخه 5 HTML میشه و بعدا HTML که رود یا ریشه کلی وبسایت ما را تشکیل میده. تمام تک های دیگه میاید داخل HTML ذکر میشه و صفحه HTML را گفتیم که به دو بخش از هید و بادی و در قسمت تایتل ما شما آموزش هیدینگ ها را ذکر کردیم. میریم در قسمت بادی و از هیدینگ ها استفاده میکنیم و تفاوت را با هم دیگه میبینیم. گفتیم که مهمترین عنوان در داخل تگ H1 ذکر میشه که ما در قسمت H1 میگیریم و چون مبحث HTML هست یعنی مهمترین عنوان در درس‌های روزمره ما شما HTML است، بنابراین HTML میگذارم و بعد در قسمت H2 که باید نسبت به H1 اهمیتش کمتر باشه یک موضوعی را میگذاریم که مرتبط باشه و کمتر
ارزشش باشه، مثلا HTML تگ میگذاریم. یعنی عنوان کلی HTML هست و بعد ما میریم در داخل H2 میبینیم که ما درباره HTML تگ ها هم بعضی موضوعات را یاد میگیریم و منوال H3 اگر داشته باشیم در داخل ای باید باشه که یک موضوعی که مرتبط با این موضوعات باشه. element همچنان مربوط به موضوعاتی است که ما در بالا ذکر کردیم و همچنان در قسمت پایین فوره میگیریم، در داخلش میگذاریم که مثلا تگ تایتل و میره روی لای سرور باز میکنیم، میبینیم که واقعیت همه چیز هست یا نیست. میبینیم در صفحه براوزر ما که موضوعاتی را که ما در داخل تگ H1 تا H4 گذاشتیم در قسمت بر ما نمایش داده شده و میخاطر سفر خورد میسازم. دوباره این سفر کنارش قرار میتیم و میبینیم که واقعیت همه چیز هست یا نیست. میبینیم که نتیجه کار ما مستقیم در مقابل ما قرار گرفته. به این خاطر میریم یک H5 اضافه میکنیم در قسمت و میگذاریم که HTML heading. دوباره سفر وقت ما رفرش میکنیم میبینیم که بر ما H5 همچنان ایجاد شده، یعنی عنوانی که بیشترین اهمیت دارد در قسمت اول ذکر شده و به منوال عناوینی که اهمیت کمتر داره زیر مجموعه عنوان اول قرار گرفته. به منوال ما شما پیش میریم و کم کم یاد میگیریم که چطور ما تک ها را جا به جا میکنیم و یک وبسایت کلی را از او به وجود میاریم. ولی خوب است که ما یاد بگیریم، ابتدا معرفی شویم با تک ها و خوب یاد بگیریم و موضوع واضح باشه بر ما تا بتانیم یک سایت کامل را طراحی بکنیم. تا یه بود از درس امروز ما، امیدوار هستم که مفید واقع شده باشه. تا جلسه بعدی انشالله همگی را میسپارم به خداوند و همگی آرام و خوشحال باشید.